این سایه رو هیچ کس به این راحتی بهت یاد نمیده. از پالت کانتور چربم استفاده میکنم. از جلوی چشم تا انتهای چشم خط کریس پلکم رو مشخص میکنم و شروع میکنم همون خط رو با قلم کوچیک فید میکنم و با سایه قهوه‌ای خشکش میکنم. زیر چشم رو هم یه خط باز به سمت شقیقه با پالت چربم میکشم و مجدد کارهای بالای چشم رو تکرار میکنم. توی این مرحله اگر دوست داشتید میتونید سایه‌تون رو پررنگ‌تر کنید و بعد بیشتری به سایه بدید. از کانسیلرم به پشت پلک میزنم و به مشتری میگم بالا رو نگاه کنه تا خط کریس کامل چاپ بشه. همون خطی که چاپ شد رو کامل کانسیلر میزنم، فید میکنم و چربیش رو با بیوتی بلندر میگیرم و در انتها با شاین پودری خشکش میکنم. خط چشمم رو رسم میکنم. اگر دوست داشتید میتونید سایه‌تون رو شارژ کنید که بعد بیشتری بگیره. چطور شد؟ نظرتو به هم بگو. دوست داری آموزش بعدی چی باشه؟